سوره بقره می‌فرماید استعیذ بالله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خير فان الله شاکر علیم. صدق الله العظیم. بسیاری ما میریم از صفا گردش سر میکنیم. پیغمبر خدا از صفا سر کرد برای چی؟ برای شعار اسلام است که الله سبحانه و تعالی اول از صفا و تحقیق صفا و مروه از شعار اسلام است. فمن حج البیت او اعتمر، اگر شخصی که حج کرد او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، هر کس حج کرد گرد خانه الله طواف و حق بجوید، آمد سعی صفا و مروه کرد، در مقام ابراهیم علیه السلام نماز خواند، از مقام به صفا رفتن آب زمزم نوشید، در وقت آب زمزم کلمه توحید را میخواند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. آب زمزم هم میخورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه امتای من هر کسی که حج میرود آب زمزم با کدام نیت بخره همون میوان، همون شفا را میوان. ما از زنی مردم عین الیقین شنیدیم و دیدیم که شخصیتی که کسلی از این کسلای رگ بودن، الله سبحانه و تعالی میگه وقت حجم بود همه آب زمزم خوردم به همین نیت الله من شفا داد. قالوا آمنا شک شفا نزرو که رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر میآید سعی صفا و مروه میکنن. ما از همه شما خواهش میکنم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عمره کرد، یک عمره. مردم میروند عمره میکنن، میروند مسجد حضرت عایشه ما میرن دوباره عمره میکنن، ما میرن دوباره عمره میکنن. مادرای محترم خبر دارید یک رکعت نماز در خانه الله 100,000 رکعت است. تو کجا میره؟ بسیاری شکایت که از دسترسی میکنن. آخه خانه الله عبادت میره، تماشا نمیره. خانه الله در نماز بسیار بخونه. دیگر گپ بسیار نگه الله چی میگه؟ فلا جناح علیه، با وجود شما گناه نمیمونه. شما وقت طواف میکنید سعی صفا و مروه میکنید الله میگه فلا جناح علیه، بر وجود گناه نمیمونه. ایطوف بهما و من تطوع خیر فان الله شاکر علیم. هر که تطوع یعنی گشت زیادی کرد در گردن ما لازم با حج عمره محق بشه. نگی کسی بعد ادای عمره تیار کرد و